آدم حسابی از دیدگاه من خب خیلی مهمه صداقت داشته باشه، درست کار باشه، شرافت داشته باشه، کمک کننده باشه، با عشق باشه، آگاه باشه نسبت به اموری که انجام میده، راستگو باشه، خونواده دوست باشه، مفید بودن براش اولویت باشه نسبت به مهمتر بودن و ریسپانسیو باشه، ریاکتیو نباشه. یعنی که یک دفعه واکنش نشون نده، یک دفعه ریلکشن نشون نده. این میشه ریاکتیو. آدم باید یه ذره فکر کنه، بالا پایین کنه قضیه رو، در نهایت بعد از فکر کردن واکنشی انجام بده. به نظر من اون آدم حسابیه. هر کی میتونه یه مدلی داشته باشه، اما بهتره که ما با آدم حسابی ها کار کنیم، زندگی کنیم، وقت براشون بذاریم، باهاشون وقت بذاریم. تو روزای خوش، تو روزای خوب همه محترمن، همه با احترام رفتار میکنن. صحبت اینه که زمانی که یه سری اتفاقا میفته، اون زمانی که یه سری دعوا میشه، قهر میشه، کات میشه، یه سری عصبانیت ها به وجود میاد، یه سری سوء تفاهم ها به وجود میاد، من چقدر آدم حسابیم، چقدر میتونم با عشق و با آگاهی رفتار کنم، چقدر میتونم راستگو باشم، چقدر خانوادم رو میتونم دوست داشته باشم، دیگران رو، همه آدم ها رو میتونم دوست داشته باشم، یا مفید باشم. مفید بودن برای من اولویته نسبت به تایید طلبی و دیده شدن و مهم بودن. و مفید بودن برام اولویته. با آدمایی که ماسک میزنن، کار نمایشی میکنن، اونا آدم حسابی زندگی من نیستن. پس ببینید دور و برتون، تو اطرافیانتون، همکاراتون، تو اجتماع چند تا آدم حسابی و 5 تا 10 تا رو پیدا کنید، بنویسید و ببینید برای هر کدومشون یه خصلتی، یه ویژگی بنویسید و خودتونم ببینید میتونید اون ویژگی رو رعایت کنید، انجام بدید 100% و باهاشون وقت بذارید.